آن که نوروز در روزی نو در این منزل و دلها را در میکوبید، مردم ما در گذشته و امروز با پاسداری فرهنگ و عنعنه‌های مردمی چون سنت دیرینه نیاکان خود آزادگی و آلوفتگی، پاکیزگی و تازه‌کاری را پیش می‌گرفتند. این تازه‌کاری و آزادسازی در گذشته پیش از نوروز عالم افروز دوچند می‌شد که مردم آن را در مراسم قبل از نوروزی خانه تکانی جای دادند. مردم این عنعنه را مراسم خانه براران و یا خانه تکان میگویند. در کوهستان پیشتر مثلا بخاری یا پیشگاه مخصوص اینا بود که خانه را گرم کند. در مابین همه خانه عنعنوی مردم تاجیک آتشدان می‌ایستاد که در آنجا هم نان می‌پختند و هم با این واسطه خانه را گرم می‌کردند. طبیعی است که هزوم‌ها هم گوناگون بودند. بعضی‌ها از چوب‌های کوهی و درختان کوهی، بعضی‌ها فرض کردیم در خانه‌ها از سرگین حیوان‌های گوناگون تپک می‌کردند. دیگر هزوم‌ها آماده می‌کردند که البته دود یوم به خانه تاثیر می‌کرد، خانه سیاه می‌شد. وقتی که نوروز فرا می‌رسید حتما خانه سفید کرده می‌شد و یعنی زنان به تازگی و پاکیزه‌کاری الکی آغاز می‌کردند که هر عنعنه روزی معین داشت. یعنی مثلا بانوان خانه در این روز مردان را به صحرا گسیل می‌کردند و کوشش می‌کردند که خانه خالی باشد، گلیم‌ها رو می‌شستند، کپا و نمدها رو می‌شپاندند، تازه می‌کردند و خانه‌ها را سفید می‌کردند که باید خانه در فصل در نوروز اینا باید تازه و آزاده باشد. خوب نمونه چنین خانه‌ها تا امروز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان موجود است. حتی در یغناب کوهی نمونه چنین خانه‌ای که مثلا آتشدان در میان خانه‌دان وجود داشت تا امروز البته هست نمونه خانه‌ها. یکی از خصوصیت‌های جشن نوروز این البته تازه کردن خانه هست، خانه براری یا که خانه تکانی است به اصطلاح دیگر میگیم. در هر منطقه اکنون ما در ادبیات گفتاری یک خب موضوع علاهیده هست، همین خصوصیت ها است، خصوصیت های اثرهای ادبیات گفتاری که در مجموع اکنون ادبیات گفتاری خصوصیت های خاصی خودش دارد. به همین خاطر در مراسم ها نیز ما دیده میتوانیم مخصوصا همین خب خانه تکانی خانه تکانی چگونه مراسم است، این چگونه صورت میگیره. بله در حقیقت درست است، پیش همین گونه مراسم هایی هستند. پیش از نوروز این مراسم ها گذرانیده می شوند و هر یک مراسمی که گذرانیده می شود در طول هزار ساله ها سنجیده شده است و یک اهداف یا مخصوصیت خاصی خود را دارد. خب همین مراسم اکنون ما در بیشتر مورد مطالعه میکنیم، به سرچشمه های دیگر ایشو تکیه میکنیم. البته یکی از خصوصیت های نوروز این البته روز نو است، نظافت است، تازگی، خب تازگی و پاکی است. تازگی و پاکی چی در وجود انسان، چی در خانه او، چی در کار و عمل و گفتار و اندیشش. زنان یک هفته پیش از فرارسی نوروز کورپا و پلاس ها رو از خانه بیرون برآورده خانه رو رفته و تمیز می‌کردند. کورپچه ها و پرده ها رو می‌شستند و خوشبوی می‌کردند. خب گرد و غباری که در خانه در طول یک سال اگر که آن جمع شده باشد آن را صاحب خانه زنها خب در بیرون آویزان میکنند و از لباس و از کالا و از دیگر چیزهایی هست و پورگی آن را بیرون میکنند. به کدام خاطر؟ به امید اونی که سال نو به آنها شادی و فرح و خرسندی بیارد و در برابر این اکنون ظرفایی که در خانه هستند ظرفای خانه رو به پورگی به بیرون میاندازند و ظرفای خانه رو برده خب ظرفایی که البته خب گفتیم یک بار دیگر تکرار میکنم پریدگی هستند به اصطلاح خب مورفتگی هستند یا که خب بالکل برای استفاده هرچند که برای استفاده قابل هم باشند ولی که صاحب خانه زن در این مورد کوشش میکند که این گونه ظرفها رو از خانه بیرون کند که یکی از خصوصیت های جشن نوروزی است. دیواری خانه ها رو سفید نموده تازه و آزاده می ساختند. مردمان بر آن باور بودند که خانه و دری تازه رمز سال نو و اقبال نو است و باور داشتند که اگر سال نو را در خانه تازه و آراسته پیشواز بگیری همان سال به خوشی و خرسندی پشت سر می شود.
дар баробари ин чикор карда мешавад? Кӯчаҳо, хиёбонҳо, растаҳо, гулгаштҳо, хуб соҳилҳо низ аз ҳамин аз тоза карда мешавад ва тайёрӣ то омадани наврӯзро мебинанд. аҳдоф аз он иборат аст ки бояд ки инсон ба пуррагӣ мураттаб шавад, ба пуррагӣ тозаю озода бигардад, вуҷуди худро ботинан тоза бикунад ва дар баробари ин аз дилаш кинаву кудуратро берун барорад, бо умеди оне ки зиндагии худ дар соли нав хушу хотирмону осуда мегузарад, бо ҳамин ниятҳо зиндагии соли навро оғоз бикунад. ин оин дар миёни мардуми тоҷик то имрӯз маъмул аст. дар баҳору наврӯз мардуми мо бо умеди озодагиву тозагӣ ва соли накӯ рӯбучин мекунанду дару дарвозаҳоро озода месозанд.